توی این سوال میگه حاصل لیمیت x فاکتوریل به 3 به توان x اگه x بره به سمت بی‌نهایت چقدر میشه. برای پیدا کردن جواب حدهای بی‌نهایت باید دو تا نکته رو بدونیم. نکته اول، اولین قدم همیشه توی محاسبه یک حد جاگذاریه. یعنی چی؟ یعنی من بیام به ازای x توی صورت و مخرج بی‌نهایت بذارم. توی صورت اگه به جای x بی‌نهایت بذارم میشه بی‌نهایت فاکتوریل که حاصلش بی‌نهایت. اوکی. توی مخرجم اگه به جای x بی‌نهایت بذارم میشه 3 به توان بی‌نهایت که 3 به توان بی‌نهایت هم بی‌نهایت. شاید توی نگاه اول پیش خودت بگی این بی‌نهایت ها عین همن دیگه و اندازه‌شون هم که یکیه، پس حاصل تقسیم اینا برابر با 1 میشه. اما این شکلی نیست. چرا؟ چون توی توابع مختلف که از دنیاهای مختلفی میان، اگه به جای x هر کدوم بی‌نهایت بذاریم درسته که مقدارشون بی‌نهایت میشه، اما قدرت این بی‌نهایت ها با هم فرق میکنه و بعضی از این بی‌نهایت ها بی‌نهایت های بزرگتری هن. واسه اینکه بدونیم کدوم تابع بی‌نهایت بزرگتری به ما تحویل میده باید یه لمی رو بدونیم که من اسمش رو گذاشتم لم قدرت. لم قدرت. توی لم قدرت میایم بررسی میکنیم که کم قدرت ترین توابع تا پر قدرت ترین توابع به ازای x بره به سمت بی‌نهایت کدوم توابع هستن. ضعیف ترین توابع کراندارن. مثل چی؟ مثل سینوس بی‌نهایت یا کوسینوس بی‌نهایت. به چه دلیل؟ به این دلیل که برد این توابع بین -1 تا 1 و هر عددی حتی بزرگترین عددها رو به جای x بذاریم این توابع از -1 تا 1 تجاوز بیشتر نمی‌کنن. هرگز مقدار سینوس قرار نیست مثلا حتی 2 بشه، چه برسه به اینکه بیشتر از این حرفا بشه. درسته؟ پس اینها از همه ضعیف‌ترن. بعد از اینها یه مرحله قوی تر توابع لوگاریتمی هن. لوگاریتم بی‌نهایت در مبنای عدد که یه کوچولو از اینا قوی ترن. درسته که اینها کراندار نیستن و همینجوری میرن تا بالا، اما فقط از اینا قوی ترن. از لوگاریتمی ها قوی تر کیان؟ بی‌نهایت به توان عدد، توابع جبری x2 x3 x10 x100 اگه جای x بی‌نهایت بذاریم بی‌نهایت میشن، اما اینها صرفاً از لوگاریتمی ها قوی ترن. از بی‌نهایت به توان عددها قوی تر کیان؟ عددها به توان بی‌نهایت، مثل 2 به توان x، 5 به توان x، e به توان x، توابع نمایی. اوکی. از اینا قوی تر کیان؟ بی‌نهایت فاکتوریل ها، همون چیزی که توی سوالمون داریم. و از اینا قوی تر کیان که دیگه قوی ترین ها هستن؟ بی‌نهایت به توان بی‌نهایت، مثل تابع x به توان x. حالا ما با کدوم قسمت کار داریم؟ ما با این قسمت کار داریم، یعنی عدد به توان بی‌نهایت که همون 3 به توان بی‌نهایته و بی‌نهایت فاکتوریل که همون x فاکتوریلمونه. قبوله؟ حالا این نکته اول. و اما نکته دوم، در رابطه با تقسیم اعداد و بی‌نهایت ها ما 4 تا کسر متفاوت میتونیم داشته باشیم. کسر اول چیه؟ فرض کن یه کسری داری که صورتش بی‌نهایته و مخرجش عدده. بی‌نهایت تقسیم بر عدد چقدر میشه؟ بی‌نهایت. این از الان تا ابد یادت باشه. کسر بعدی چیه؟ فرض کن یه عدد تقسیم بر بی‌نهایت داری، حاصلش چقدر میشه؟ 0. چرا؟ مخرجی که بی‌نهایت بزرگ باشه کل کسر رو بی‌نهایت کوچیک میکنه از الان تا ابد. مورد بعدی چیه؟ فرض کن یه کسری داری که صورتش بی‌نهایته، مخرجش هم بی‌نهایته، اما صورتش یه بی‌نهایت کم قدرته و مخرجش یه بی‌نهایت پر قدرته. حاصل این کسر میشود 0 از الان تا ابد. یادت بمونه. و مورد آخر برعکس اینه، یه بی‌نهایت پرقدرت تقسیم بر یه بی‌نهایت کم قدرت میشه یه بی‌نهایت با قدرت متوسط. قبوله؟ حالا فکر کنم بتونیم به این سوالمون جواب بدیم که لیمیت x فاکتوریل به روی 3 به توان x اگر x به سمت بی‌نهایت بره چقدر میشه؟ فاکتوریل ها بی‌نهایت های پرقدرت تری نسبت به نمایی ها هستن. در نتیجه حاصل یه بی‌نهایت بزرگ به یه بی‌نهایت کوچیک میشه یه بی‌نهایت متوسط و حاصل این کسر میشه بی‌نهایت. باحال بود نه؟ اگه باحال بود این ویدیویی که اینجا برات میذارم ببین. Take care.